قرار از کرج پاشیم بریم تهران و قرار کلی بهمون خوش بگذره تو راه. حتما تا آخرش با ما باشید. الان قرار برم دنبال آرتین، همون بچه سفید بفیده که توی ویدیو دیدیمش. بریم ببینیم چی میشه. خیلی قراره بخندیم و بهمون خوش بگذره. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره و بریم شروع کنیم. الان اول قراره بریم دنبال آرتین و برم دم در خونه‌شون، بعد با مترو قراره بریم تا تهران. احتمالاً اتاق فرار اینا هم بخوایم بریم و قراره خیلی بهمون خوش بگذره دیگه. تا آخرش رو ببینید دیگه، از دستتون نره. بریم دنبال آرتین بعدش بریم تهران دیگه. این آقا آرتین رو یکم اذیت بکنیم. یه ولاگ گرفتم بلد نیستم اولین بارمه. لازمه دماغم بگیم. چیکار کنم دماغت گنده است، کل کادر رو گرفته. آرتین چه حسی داری؟ داری میری تهران؟ این تجربه اولم از تهران رفتن. خب بگی. راسته جون هر 5 تومن بهت میده. 5 میلیون؟ به قرآن بهت. برق داره فقط نری شونت پارشه. نمیسن گوشتو بندازم. مترش بچه چقدر؟ خودتو بندازم. اینجوری داری فیلم برداری میکنی. چجوری اینا اینجوری؟ عادی خود برو عقب اینجوری عادی و اینجوری. باید من بگیرم چون این سابیه‌ای که توی بچه ریشا میاد. یا میره. میاد. فقط دیگه خودت میدی. نه بابا بیا دیگه کل تصویر توی. دست باید دراز من شما تصویر بگم سایه به کل کار رو دماغت گرفت. این ولی شد. میخوام چک بزنم بهت این میخوره به دماغت. کام تو چش زدم. یه چیز اینجا آدم هستش بگن یه چیز بدتر می‌خواستم بگم. آرتین چه حسی داری جی تی ای 6 داره میاد تو کامپیوتر داری و من PS5 میام با هم میشیم. فیکشتیر و لات نمیدم. رات نمیدم. گوش پسر خالم هست. پدرام آدم حسابت میکنه. جا پدرام خالی. نه خدا اینجا یه دلغک کم. تو هستی. اکسیژن اینجا کم باشه گرم. بخاطر دماغت دیگه. منم یکم سفیدم ولی خب این کلم هم خواستش. آره حقه داره. خیلی بی شخصیته. چقدر میده شیک بزنم؟ همون نقدامو میدم بهت. جدی میدی؟ آره قبول ندارم عمرن. کجایی من لاس وگاسی ماجی؟ چیه؟ تگزاس؟ تگزاس هم خیلی بانمه اینجا کرجه. اوه باش کرج سیتی. زبان کرجی رو پاس اینجا رو خونه مونه بذار مثلا اینجا. آب برام میخری. کجا میارم نیست. کجا میارم یارو اومد بفروشی میخری دیگه. باش من فیلم میگیرم همون صحنه. این بچه باید میگه بابام بزرگه. باش عقده ای دماغ تو رو من داشتم بیرون نمیومدم. یه بار دیدم خدا این دماغ عمل نکنم. عملا بکنی کلی بعد بنداز سطلاش کن. باشه کردیم بچه فکر کنم با بخش زنونش اشتباهی سوار شده. برعکس شده باشه. بچه ها سایبرپانک رو پیدا کردیم. برگردونم نشونش بدم. من و آرتین توی تو رو خدا. آرتین تو رو خدا. آرتین تو رو خدا. آرتین تو رو خدا. اصول 15 تومن 15 تومن 2 برابر داره میگیره؟ نه دیگه 2 برابر نیست. 2 برابر نیم 2.5 برابر ارزش تو 20 تومن ارزش داره. آرتین تو رو خدا تشنم خاکی تو سایه فقیره.
اومد داداش. آقا من پیاده شدم واسه ایدیا دکیل یه دونه آب ننوشیدنی بگیر. پوفیوز الان آب نمیگه دقیقا موقع نوشیدنی بگیر. آرتین گرمه. گرد بودا الان میگیرم. بود نوشیدنی بگیر آب نگیر. آبمو میدم. چی؟ آبمو الان میدم. آرتین خیلی گرم آفتاب. آرتین ناموسن یه آب برام بگیر. نه آب نگیر نوشیدنی بگیر. دو تا نوشابه میدم. چقدر میشه؟ 100. چه عجب. ببخش. بعد افتاد. بفهم. دستتو در. ماشاءالله. بده دیگه. چه عجب یه چیزی از تو به ما رسید. من به بابام عقده ای. امیر نه ماشین بازم در امیر رضا در تو بزن. بلند گو. چطوری آقا امیر رضا؟ آقا آهنگای فاخر چطوری؟ باشه دماغ امیر رضا دقت نکرده بودن. اونم مثل توه. تو خوبه بابا بخنده. وکیلی دماغ من بهتر از اونا نیست. نگاه کن. میاد یا میره؟ ایشا خوبه؟ بریم سوار اسنپ بشیم و بریم یه اتاق فرار مشتی سمت صادقیه. دنبال تو میگردم بس نمیچسبه گفته آویزون از اجیرا تو دست چی داری؟ ریدم بعد اتاق فرار رو نگاه. آقا امیر رضا شما چه حسی داری؟ منم بعد اتاق فرار عالی من که نریدم. اسم؟ آرتین از پشت یه دنیایی. به خواهی یه از نیمروخ بزن نگاه کنیم. اوه تو بدتری. اوه نبره. من چیزه مقاممه. سلام علیکم. کلا یه 24 ساعت با آرتینو گرفت. بعد بگو بابام بکنم کار پیدا کنیم برای اینکه کسی نشینه تو سر جام. مثلا من اینجا نشستم اینو میذاری اینجا. آقا اینم بود از این ویدیو. لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.